با ادریس تیموری با خبرهای ورزشی. نخستین نشست دادگاه علنی عاملان قتل و به آتش کشیدن فرخنده امروز برگزار شد. در این نشست 30 تن به شمول مجاوران مسجد شاهد و شمشیره و 19 پلیس در دادگاه حضور داشتند. در این نشست قضایی یک عضو کشف حوزه دوم مدعی شد که هنگام رویداد قتل فرخنده یک مرد عرب را با یک بکس دستی مشکوک بازداشت کرد، اما فرمانده پلیس کابل چند روز بعد این مرد عرب را رها کرده است. رئیس دادگاه ابتدایی حوزه سوم هم دستور داد تا فرمانده پلیس کابل همراه با شمار دیگر از مسئولان این نهاد برای ارائه توضیحات در این زمینه فردا در نشست دادگاه حاضر شوند. سجاد محمدی با گزارش از نشست دادگاه. 45 روز پس از قتل و با آتش کشیدن فرخنده، حالا همه اینجا انتظار برگزاری نخستین دادگاه عاملان این رویداد را میکشند. دادگاه هم زیر تدابیر شدید امنیتی و حضور نظام پوشان برگزار شده است. 30 متهم یک پای دیگر به نشست آورده می شوند و سرانجام با حضور هیئت قضایی نشست آغاز می شود. شخصی به اسم زین العابدین تعویض نویز زیارت شده شمشیره می باشد، از تبلیغ موصوفه برآشفته شده، نامبرده را متهم به سوزانیدن نسخه های قرآن کریم نموده. والله به خدا اگر من سم نماز خود بخونم من ملای تاویزی کردم. به متهمان فرصت داده می شود در برابر ادعاهای دادستان از خود دفاع کنند. برخی ها اتهام های مطرح شده را میپذیرند، برخی دیگر اما از شکنجهشان در زندان سخن میزنند. امیر زدی؟ آقای رضا زدی. در کجا زدی؟ در فرق زدی. در فرق زدی. دیدم که مردم میدونن ما هم تخصصا گرفتیم گفتیم بیا که کنم ما هم ببینیم. وزارت داخله که از شو لاتوکوب کردن، با اثر لاتوکوب اظهارات ما را گرفتن تا دو بار شو سر یک پای استاد کردن، بعد از او از ما اظهارات گرفتن و اعضای کمیسیون حقیقتیاب هم یافته‌هایشان را اینجا در دادگاه شریک می‌سازند. این کمیسیون به هیچ نوع شواهد و مدارک دست نیافت که نشان دهنده از این باشد که خانم فرخنده در سوختاندن قرآن شریف دخیل باشد. حتی پس از کشتن و با آتش کشیدن فرخنده بکس دستیش را با خود بردند. تنها 55 افغانی داخل آن بوده است. او را باز 55 نفر 50 رو پیش خلاص کردن، 5 پیش همونجا بود پیشون. بعدتر 19 پلیس به شمول آمر پیشین حوزه دوم هم در قطار این متهمان قرار می‌گیرند. اتهامشان غفلت و استفاده نکردن از صلاحیت وظیفوی در جلوگیری از قتل فرخنده است. اما با گذشت زمان اینجا پهلوهای تازه و تاریک از رویداد قتل فرخنده نمایان می‌شوند. گرفتاری یک مرد عرب همراه با یک بکس دستی مشکوک پر از وسایل تکنیکی و رهایی او از سوی فرمانده پلیس کابل. ما ته عرب گیر که یو عرب و چې بیک ورسره و دا مې تسلیم که مدیر صاحب د جنایي ته. بعد هغې نه مدیر صاحب جنایي وړی د قماندانۍ د امنیت ته تسلیم کړی. قماندان د امنیت شفاهي ورته ویلی دي چې چونکې پرون وکیل صاحب ته موږ خپله وویلی چې قماندان د امنیت ورته ویل چې زه دا ایسته کوي پرېږده که ما د خرول بیرون شدم امر کشف گفت که عرب قماندان سو بلا کرد و این موضوع بین بین کشف و امر کشف و امر قماندان جناب قماندان آمر پیشین حوزه دوم هم مدعی است سیستم مخابره این حوزه از زمان آغاز تا پایان رویداد توسط یک سریال نمبر مشخص قطع شده بود و این کار مانع برقراری تماس ماموران امنیتی این حوزه شده بود. از مدیریت مخابره قماندانی هم کس در این مورد پرسان نکرد که این سریال نمبر از کی بود، چرا مزاحمت میکرد. تا همین لحظه در اون مورد با چیزی معلومات نداره. همین ادعاها سبب شدند تا رئیس دادگاه ابتدایی حوزه سوم دستور به بازداشت آمر کشف حوزه دوم و فراخوانی فرمانده پلیس کابل و شمار دیگر از مسئولان این نهاد در نشست فردای دادگاه دهد. شما شنیدین که منصوبین آمریت حوزه دوم و پلیس بعضی اظهارات داشتن. غرض وضاحت: شخص قماندان امنی ولایت کابل، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل به نام فرید است، مدیر مخابره قماندانی امنی ولایت کابل، معاون امنیتی قماندانی امنی ولایت کابل، جنرال ظاهر رئیس عمومی جنایی وزارت امور داخله، نوکریوال مخابره حوزه دوم در روز واقعه به نام ظاهر، بشیرخان دارنده مخابره سریال نمبر 100-213
منصوب قماندانی امنیه، منیر نوکریوال مخابره قماندانی امنیه ولایت کابل. صبح ساعت 9 بجه به مجلس حاضر می باشند و دلایلی که دارن او را خواست هیئت تحقیق شنید. فردا هم نشست دادگاه با حضور 49 متهم این پرونده و همچنان فرمانده پلیس کابل و دیگر مسئولان این نهاد برای روشن‌تر شدن پهلوهای تاریک این رویداد برگزار شود. مرد عرب با بکس مشکوکش بعد تازه در پرونده قتل فرخنده گزارش دیدیم از سجاد